السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت، سوال ما در مسئله کلمه واجب الوجود. ما راستی سوال دادیم، گفتن همچو خبر باشد یگان مشکلی ندارد، اگر همچو صفت مشکلی دارد. ما همین کلمه زیاد از مردم خود ما خصوصا شنیدیم که وقتی مثال از سخن گفتنی میشن میگن با قدرت واجب الوجود، اینجا همچو صفت استفاده میشن. بعد خیلی زبان عالمه هم شنیدگیم که مثال میگن خداوند واجب الوجود است، گفته همین خیلی سخن میگن. بعد در یک کتابچه بود، اگر راستی نام کتابچه در یادم نیست، در خوردی ما آموخته بودیم. وقتی درباره سوال درباره آفرینش سوال میشد، میگفتن خب مثال زمین چه آفریده شد، مثال ملائکه ها همین خیلی در خیر رفته بود. سوال همین بود که یعنی خداوند چه خیلی درباره وجود خداوند پرسیده بود، چه خیلی مقصد، چه خیلی چه خیلی پیدایش خداوند پرسیده بود. بعد دست جوابش همین خیلی نویسته بود که خداوند واجب الوجود است یا الله تعالی واجب الوجود است. میخواستم در این باره یک معلومات یک میفهمم. ما الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم چطوری که الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است و آن لحظه هایی که و آن وصف هایی که الله سبحانه و تعالی خود را وصف نکرده است ما باید وصف نکنیم. قرآن کریم منبع اساسی علم عقیده است. بعد از آن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در علم عقیده دو منبع است. مثلا در علم فقه 4 منبع متفق علیه هست. ما دلیل را از قرآن، از حدیث، از آیات، از قرآن، از حدیث، از اجماع علما و از قیاس میگیریم. قیاس به همون آیت قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی یک مسئله را قیاس میکنیم. مثلا مواد مخدر را به عرق قیاس میکنیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبیذ بود، قیاس میکنیم. اینا منبع های فقهی هستند. و اینچنین 5 دلیل منبع مختلف فیه هست. قول صحابه و استحسان و عرف و اینا منبع های مختلف فیه، یعنی اتفاق علما در این باره نیست. خب مثلا منبع علم تاریخ قریب 8-10 منبع هست، لیکن منبع علم عقیده فقط قرآن و سنت است. هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کرده اند ما الله تعالی را وصف میکنیم. هر چیزی که الله تعالی خودش را وصف کرده است ما با آن وصف میکنیم، از این بیرون نمیبریم. آیدی مسئله شما در زیر شرح عقیده طحاوی وسیع شرح داده هستیم، اونجا برمیگردید انشاءالله. و در بعد رمضان انشاءالله درس عقیده هم شروع میکنیم، انشاءالله اونجا با وسیع تر صحبت میکنیم.